بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جا، خداوند روزیده و رهنما. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. از اظهار لطف و علاقه شما نسبت به پخش برنامه حکیم فردوسی و معرفی شاهنامه این بزرگوار بسیار سپاسگزاریم. در جلسه پیش راجع به اسرار آفرینش از نگاه این بزرگوار و سر خلقت انسان سخن گفتیم تا رسیدیم به ستایش خرد از نگاه حکیم فردوسی. استاد اجازه فرمایید چند بیتی بخوانم، از رمزگشایی های شما استفاده کنیم. کنون ای خردمند وصف خرد، بدین جایگه گفتن اندر خورد. خرد بهتر از هرچه ایزد داد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. سپاس تو گوش است و چشم و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. استاد اینجا خیلی در توصیف عقل یه اولین آفریده خداوند عقله، بعد نگهبان هم جان هم سپاس تو. این سپاس چشم و گوش و زبانه. بعد میگوید که این سپاس، خود سپاس هم یعنی نگهبان، این نگهبان نگهبانانه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد معانی اشعار بشیم لازم است که من توضیح بدم که ما درباره فردوسی صحبت میکنیم و کتاب حماسی شاهنامه که در واقع فردوسی و شاهنامه یه حماسه است، یک حماسه جهانی. اشعاری که شما قرائت فرمودید همش توحیده، بدون تردید همش توحیده، توحید محض. اما در خلال یک کتاب حماسی که تراژدی هم هست، تراژدیه، فردوسی داره اینطور موحدانه صحبت میکنه و همین ویژگی و خصلتی است که در حماسه فردوسی هست که در حماسه های دیگر جهانی کم تردیده میشه. بارها اینجا عرض کردیم که حماسه هایی که در جهان مشهورند و خیلی قدیمی هستند چند تاست، که مثلا یکی حماسه گلگامشه که در سومر به وجود اومده، حماسه هومره که الیاد و اودیسه است و امثال اینها، و هم ردیف اینا که به نظر ما خیلی بالاتره حماسه فردوسی است. و در این حماسه مسئله تراژدی مطرحه. گاهی اینو یه بار دیگه اینجا عرض کرده بودم که یه اندیشمندی یه وقت از من پرسید شما در فرهنگ اسلامی تراژدی ندارید؟ گفتم والا شما تراژدی شناس نیستی و الا پر از تراژدی فرهنگ ادبی ما. حتی خود شیخ عطار حرفاش پر از تراژدیه و خود فردوسی تراژدیه، خود این شاهنامه تراژدیه. داستان رستم و سهراب یه تراژدی بی‌نظیره. حالا ممکنه که بپرسن اصلا تراژدی تعریفش چیه؟ تراژدی یعنی چی؟ یه لغت فرنگیه تراژدی. تراژدی یکی از اصیلترین انواع سخن ادبی انسانه. حالا چرا؟ برای اینکه تراژدی بیان تعارضهای عمیق و گسترده درون هر آدمی است. انسان در درونش
دارای تعارض‌های عمیقه. آرزوها، ایدئالها، غمها، قصه ها، غم مرگ، غم نابودی، آرزوی جاودانگی، اینا همه در تعارضن با هم و این تعارض هم یه تعارض سطحی نیست که مثلا یه قصه مختصری پیش آمده باشه، مثلا فرض بفرمایید یک انسان یه تبی کرده باشه، یه سردردی گرفته باشه بعد خوب میشه. اینا دردهای کوچک زودگذره، اینا نیست. دردهای عمیق که ریشه در اعماق جان آدمی داره و تعارض این آرزوها و دردها، این تراژدی. انسان از یک طرف آرزوی جاودانگی داره، دلش میخواد جاودان باشه، از یک سو ترس مرگ داره و احساس نابودی داره و میدونه که داره نابود میشه، پیر میشه، میمیره، نابود میشه، مشکلات پیش میاد و همه چیزم بر وفق مرادش نیست در زندگی. مگر زندگی بر وفق مراد انسانه؟ چه کسی هست که بگه من یه عمر زندگی کردم همه چی بر وفق مراد من بوده؟ بسیاری از ناکامی ها مال همین تعارض های درونیه و اینا عمیقه. تراژدی بیان این تعارض های درونی است که هیچ انسانی از اون بی بهره نیست. انسان اگر انسانه در این تعارض ها گرفتاره در درونش. حالا این یک خصلت و حتی گاهی گفته میشه که خب نه این همه آدما راحت زندگی میکنن تراژدی هم سرشون نمیشه. استاد خود هومر تراژدی رو قله هیجانات انسان میدونه. هیجاناتی که در اثر تعارضه. آره. اون هیجان هم در اثر تعارض پیدا میشه. لذا از اینجا میاد میگه زبان تراژدی یا زبان هیجان یا غمگنانه، یعنی غمگنانه است. هر دوش، هم هیجان و هم غمگنانه بودن مال اینه که تعارض هست. اگه تعارض نباشه نه هیجان به وجود میاد و نه غمی به وجود میاد و نه غصه. بعد میاد میگه که این هیجانات رو عقل خاموش میکنه. همین عقل کارش آرام کردن. دقیقاً همین خواستم بگم که اونا که میگن ممکن کسانی بگن که خب این که شما میگی اساس روحی انسان در درون روحی هر انسانی تراژدی وجود داره و نهفته است. خب این همه مردم راحت در صلح و صفا زندگی میکنن که اصلا نمیدونن تراژدی چیه. پاسخ این اشکال اگر کسی اینطور اشکال کنه این است که اتفاقا زندگی تصالح بین این تعارض هاست. تصالح موقت ها، یعنی اصل این تعارض هاست، ولی انسان با کمک عقل و دیانت و تربیت و اینها یه تعارض موقتی، یه تصالح موقتی بین این تعارض‌های اساسی برقرار میکنه. زندگی یعنی تصالح، متارکه این تعارض‌ها. زندگی یعنی متارکه جنگ درونی. جنگ درونی در یه لحظه هایی در اثر عقل و خرد متارکه میشه، آتش بس اعلام میشه، اون زندگی موقته ولی از تعارضه. بنابراین میخوام بگم که تراژدی خیلی ریشه داره در اعماق هر انسانی، اینو باید بدونیم. حالا فردوسی وقتی که جوهر حماسش عقل و عقلانیته، همینو میخوام بگم، چگونه سازگاره؟ حالا همین خب میخواد بگه که این تراژدی هست، ما باید تصالح برقرار کنیم، این تعارض‌های عمیق درونی رو با عقل مدیریت کنیم. تمام پیام فردوسی اینه. و ضمناً اونچه که در حماسه فردوسی آمده، فردوسی اتفاقاً بیش از هر چیز عملگراست، یعنی به عمل انسان‌ها کار داره، فقط رو آرزوها و درون متوقف نمیمونه. یعنی تمام کتاب فردوسی رو که شما بخونی صحنه عمله، صحنه پیکاره. یعنی این آرزوها به ظهور میرسه، آرزوها، جنگ هایی که بوده، این جنگ هایی که همش در این کتاب شاهنامه شما ببینید و مخصوصا که دیگه غم انگیزترین جنگ وقتی است که تعارض بین دو چیزی باشه که هر دو حقه. فیلسوف معروف آلمانی یه جای گفته که تراژدی وقتی خیلی جدیه و خیلی عمیقه که هر دو طرف تعارض حق باشن، مثل رستم و سهراب. رستم و سهراب، هم سهراب بر حق بود هم رستم بر حق بود، اما نمیدونستن، نمیشناخت. این دوتا حقه که یکی سرکوب میشه، یکی کشته، سهراب کشته میشه به دست پدر. این خیلی غم انگیزه. یعنی یک جنگی که بین دوتا حقه. حالا اگه جنگی حق و باطل باشه، وقتی باطل شکست خورد خوشحالی داره، اما اینجا هم وقت هم که پیروز میشه وقت بعدش دیگه آغاز غم، آغاز مصیبت، خیلی غم انگیزه. این تراژدی مهمی است. حالا منظورم اینه که
فردوسی میخواد که این تراژدی درونی انسان رو به جور به مصالحه بکشانه. و یه خاصیت دیگری که در حماسه فردوسی هست و اساساً حماسه چرا به وجود میاد، ممکنه که بپرسه اصلا فلسفه پیدایش حماسه چرا فردوسی حماسه گفت، چرا اون کسانی که حماسه سرایی کردن حماسه سرایی کردن. حماسه وقتی به ظهور میرسه و وقتشه که به ظهور برسه که انسان هویتش در خطره، هویت شخصی، هویت ملی. وقتی هویت ملی یک قومی، یک جمعیتی، یک ملتی در خطر باشه، اینجا یکی از چیزهایی که خیلی کارسازه و میتونه منشأ اثر نیرومندی باشه حماسه است. شاید فردوسی در یه زمانی احساس خطر هویتی میکرد که اومد دست به سراییدن حماسه زد. ما الان به یه معنی در خطر هویتی هستیم. زمان ما چون آرامه، در واقع جنگ تهاجم آرامیه، خیلی خشن نیست، نرمه، جنگ نرمه، سایبریه، جنگ شمشیر نیست، جنگ سایبریه، جهانی شدن، گلوبالیزیشنه. یعنی در این جهانی که با هم همه مربوطن، جهانی دهکده است الان، بلکه یه خانواده است، یه دهکده است، روابط مستقیم بین همه افراد بشر در این کره خاکی وجود داره. طبیعتا اون کسی که فرهنگش قوی تره مهاجمه دیگه، میخواد جلو بره. هویت ها در خطرند. اینجا وقتی است که حماسه به درد میخوره. حماسه این معنی نفی ارتباط نیست، ارتباط باید باشه در جهان. انسان یه موجود مرتبطیه، موجود اجتماعی، انسان باید مرتبط باشه با عالم و آدم، اما در این ارتباط باید حفظ هویت هم بکنه. و همینجاست که الان حماسه فردوسی روزشه امروز، که حماسه فردوسی برای حفظ هویت ما که به عنوان یه ملت تاریخمند، به عنوان یه ملت عریق، به عنوان یه ملتی که این همه سابقه در تاریخ داریم و شاید پرسابقه ترین ملتی باشیم در کره زمین که جهان به خود دیده. ما یکی از عریق ترین و پرسابقه ترین تاریخ ها رو در جهان ما داریم. اینجا جای حماسه است، ما باید برسیم به حماسه فردوسی. خواستم این خصلت رو برای حماسه ذکر کنم که حماسه این خواص رو داره. ما بی خودی نمیخوایم اینجا حماسی صحبت کنیم، دلیل داره. و تراژدی هم که عرض کردم که چیه، که درونه و برون. و فردوسی هنرش اینه که این تعارض درونی که عمیق و جاودانه است در هر انسانی و هیچ انسانی از اون بی بهره نیست، میاد در عمل، میاد در صحنه کاروزار. و در اینها نه صرف عمل، به گونه‌ای عمل رو بیان میکنه فردوسی که شما بعد باید منتظر نتیجه اعمال باشی. این اصلا دقیقاً اساره فرهنگ اسلامی هم همینه ها، که انسان باید عمل کنه و منتظر باشه بینه که نتیجه عملش چیه. هر عملی نتیجه داره؟ نه نداره. بله. باید منتظر نتایج عمل هم باشی. فردوسی این تعارض در عمل داره نشون میده و داره نتایج عمل رو نگاه میکنه. از زندگی واقعی یعنی همین. خب حالا بعد از این مقدمه خواستم عرض کنم که معنی حماسه و تراژدی چیه. میرسیم به فرمایشات فردوسی که این مرد بزرگ که داره حماسه سراست، تراژدی داره میگه، که در تراژدی های دیگه از که کسی مطالعه کرده بشه، مثلا حماسه گلگامش یا مثلا ایلیاد و اودیسه، اینا غالبا شرک‌آلوده، ظلم و استکبار توش هست. ولی در حماسه فردوسی توحید هست و خرد و خردمندی. این اشعار که شما قرائت فرمودین همش در ستایش خرده. خرد در فارسی یعنی عقل. شما عقل اگه بخواید به فارسی ترجمه کنی چه ترجمه میکنه؟ و عقل خرد یعنی عقل. ببین چقدر رو عقل و خرد و دانش که نتیجه عقله داره فردوسی تکیه میکنه که ما باید جهان رو بر اساس خرد، زندگی رو بر اساس خرد تنظیم کنیم و بر اساس خرد با جهان هماهنگ باشیم و آرزوها رو تنظیم کنیم و این تعارض درونی رو به اصلاح برسانیم. این همه حکمت دیگه. بچیه استاد تعریف خوبی از حماسه شد از نگاه فردوسی. یکی از شارحین در ذیل این بیت، حالا من میخونم بیت رو: ازویی به هر دو سرای ارجمند، یعنی از خرد.
گسسته خرد پای دارد به بند. اونایی که عقل رو به ماندن دعوت میکنن، عقل رو میخوان محبوس کنن، در حالی که صفت عقل اینه که همه موانع و بندها رو باز میکنه. تمام شد. مثلا این حرکت شکستن موانع و بندها میشه حماسه عقلانی فردوسی. همین آقای منصوری، این مصرع، یکی از مصرع‌های این بیت رو، یک مصرعش ببین این چقدر حکمت. میگه گسسته خرد پای دارد به بند. پای دارد به بند. یعنی چی؟ یعنی کسی که با خرد غزل خداحافظی رو خونده، کسی که دارای عقل و توانایی و هوشمندی و خردمندی نیست، پاش در بنده. در بند چیه؟ در بند تعلقات وهمی نفسانی. وقتی انسان خرد نباشه در بند چیه؟ آرزوهای نفسانی، شهوات، خواسته های کور و بی‌معنی. این همه بنده، یکی دوتا بند نی، یکی پس از دیگری بندهایست مثل زنجیر به دست و پای انسان بسته شده. چه چیزی میتونه این بندها رو باز کنه و دست و پای انسان رو از این بندها و زنجیرهای آهنین رها بکنه؟ تنها خرده. خرد و آرامی قفل‌ها رو باز میکنه، زنجیرها رو باز میکنه، دست و پای شما رو رها میکنه و شما در یک فضای آزاد لایتناهی به اختیار خودت رها میکنه تا تصمیم بگیری. این کار خرده. خرد قفل را میگشاید، هیچ کلیدی قفل‌های بسته عالم را نمیگشاید مگر خرد. شما ممکن بگی من یک کلید در جیبم دارم، هر قفل رو باز میکنم. اون کلید رو کی ساخته؟ خرد. اون قفل رو و طریق باز کردن اون قفل رو کی به شما یاد داده؟ خرد. ببینم اگر خرد نبود شما کلیدی در جیب داشتی؟ العقل مفتاح و خزائنه. پس کلیدها اگر کلید مصنوعی هم داشته باشه، آهنی، چوبی، فلزی، هر چیز، این کلیدهایی که میسازن اینا با خرد ساخته میشه و درها باش باز میشه، درهای ظاهری. اون کسی که این کلیدها را کلید میکنه، کلیدها خرده. خرد تمام راههای بسته رو باز میکنه، تمام قفلها را میگشاید، تمام مشکلات رو رفع میکنه و بدون خرد پای در بند بشر تا ابد باقی مانده است. چه حکمتی از این بالاتر در یک مصرع از شعر فردوسی. پس حماسه همون رهایی و گسستن بندها از این تعارضهای دست و پاگیر. بله، خیلی تعریف زیبایی است. بله. سنایی هم زیبا میگه هرچه در زیر چرخ نیکو بدن، خوش چینان خرمن خردن. عقل در راه حق دلیل تو بس. عقل به هر جای اگر خلیل تو بس. دایره عقل خیلی هم خلیل وسیع ترینه. یعنی وسعت و گسترش حوزه عقل، دایره عقل لایتناهی است. یعنی بیرون از حوزه خرد چیزی نیست. ببینم بیرون از دایره عقل چی باقی میمونه؟ اگر بگی حق تعالی، که حق تعالی خود خرد محض و علم محضه. اصلا خرد جلوه حق تعالی است. از حق تعالی که خرد محض و علم محضه و توانایی محضه که بگذاریم، چه چیزی از حوزه خرد بیرونه؟ اولا هیچ چیزی اگرم باشه بی‌معنیه، بی‌معنایی بیرونه. خیلی زیباست. نمیتونه چیزی از حوزه خرد بیرون باشه. منتاش باید این خرد رو شناخت، باش کنار آمد و همطور با این گسترشی که داره انسان خودش گسترده تر کنه. اصلا گسترش وجودی انسان به گسترش خرده. انسان چگونه گسترش پیدا میکنه؟ با خرد. بله. اگر خرد نباشه انسان گسترش پیدا میکنه؟ با عقل ورزی خرد. بله. به دیگه گوشه افتاده است دیگه، بند میشه به یه جای، اصلا دیگه تکون نمیتونه بخوره. این مصرع یه مصرع همه حکمت در این مصرع فردوسی جمعه. گسسته خرد پای دارد به بند. اصلا این بندم رها نمیشه. این بند است، فقط رهایی از این بند در پرتو خرد است و بس. خرد نباشه پای از بند رها نمیشه. خیلی عالی. اجازه بدید میام برنامه ببینیم. خواهش میکنم.
استاد یه طعم و مزه‌ای داره بیان بزرگان ما در وصف عقل که البته خب همونطور فرمودید چون خواستگاهش توحید و عقلانیت محض در حوزه دینی ما این لذت و زینت رو به بحث میده. مثلا همین شعر سنایی میگه عقل در راه حق دلیل تو بس، عقل به هر جایگه خلیل تو بس. این دلیل و خلیل چقدر قشنگه. چقدر قشنگه. بله. عقل بر هیچ دل ستم نکنه، هیچ تعارضی با دل نداره. به طمع قصد مدح و ذم نکنه. کجا رو گرفته؟ مدح و ذم به طمع نیست. بله. واقعا مستحق مدح یعنی ستایش باید کرد اما طمع نداره. اصلا طمع کار عقل نیست. پس اون چی رو عقل می ستاید ستایش حقیقی. فقیه ستایش حقیقی که این دیدی جزو واجباته ولی از روی طمع نیست. و ببین باز همین نکته که شما اشاره کردی که غالبا میبینم اشخاص گرفتار این حرف هستن، بعضی که خسته میشن از عقل یا تنبلن حوصله تفکر ندارن میگن ما اهل دلیم. ببین داره چی میگه، داره این مرد بزرگ میگه بین عقل و دل تعارض نیست. ببینم دل یه چیز دیگه میگه، عقل یه چیز دیگه. هر کی دلیله خلیل هم هست. خلیل و دلیل. خلیل دوسته و دلیل راهنما و تنها این دو صفت فقط در عقله. عقل هم دلیله چون راهنمای درسته، عقل درست به درستی راهنمایی میکنه و هم خلیله یعنی رفیق راه، دوسته. عقل دشمن یا دوسته؟ ببینم عقل با کی دشمنی میکنه؟ با هیچ. اصلا عقل با هیچ کس دشمنی نداره، حتی با دشمن دشمنی نداره. عقل اگر بره به طرف دشمن، دشمن دوست میکنه. توجه کن، عقل دشمن باقی نمیگذاره. توجه فرمودی؟ بدی ها رو به خوبی تبدیل میکنه. کیمیاست. کیمیای در زیر چرخ نیکو بدن خوش چینان خرمن خردن. کیمیاست یعنی به هر چی بزنی طلا میشه. عقل به هر جا اصابت کنه و نورش به هر جا افکنده بشه، پرتو افکند، اونجا رو روشن میکنه. جهل رو میزداید. جهل که رفت دیگه دشمنی نیست. غالب دشمنی ها نتیجه جهله، غالب دشمنی ها نتیجه نادانیه. اونجا که عقل است دشمنی وجود نداره. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. نیلش کنی. چقدر؟ بله. خون رو نیل میکنی. بله. رود شفاف. خیلی جناب فردوسی واقعا من در تمام فردوسی سعی تا اونجا که ممکنه وجوه خرد از نگاه این بزرگوار رو بیارم. حالا بخوانیم چند جمله رو بفرمایید. این وصفی که از خرد کردین هیچ از دایره خرد بیرون نیست، دو سرا دستگیر انسان. بعد میفرماید خرد گیر کارایش جان توست، نگهدار گفتار و پیمان. جان را آرایش میده. آرایش جانه یعنی جان همون نفسه. اگر خرد نداشته باشه آرایش، زیبایی نداره. ببین حیوانات جان دارن ندارن؟ بله. نباتات هم جان دارن اما زیبایی انسان رو دارن. انسان هم جان داره، نفس داره، مثل حیوانات دیگه هم نفس دارن، یعنی متحرکن و رشد و نمو دارند، از جان نباتی گرفته تا جان حیوانی تا جان انسانی. اما زیبایی جان انسانی به چیه؟ جان انسان به خرد زیباست، به فهم، به شعور. انسان زیباییش به شعورشه یا به لباسشه یا به قیافشه؟ به چی زیباست؟ سقراط به چی زیبا بود؟ شاید خیلی قیافه زیبایی نداشت ولی خیلی زیبا بود. او زیبا دیده میشد چون ملاحت داشت، چون خردمند بود، سخن خردمندانه میگفت، اون زیبایی می آورد. ولی اگر چنانچه تمام زیبایی ها در قیافه شخصی باشه ولی یک سخن نابهنگام بیجا بگه، تمام زیباهای فرو میریزه. من از شما میپرسم یه عروسکی یا آدمی مثل عروسک بسازندش، 2 کلمه حرف بزنه و حرف نامربوط بی اساس نامیزان، این به این زیباییش لطمه وارد نمیشه؟ شما جواب بده. یک دفعه اصلا سقوط میکنه. به همین دلیل ما زیبایی خلق نداریم، زیبایی خلق داریم. همینطور. حسن خلق. بله. وقتی خلق حسن بود خلق حسنه. آفرین. خلق و خلق از یه ماده‌اند. مادهشون از لغوی یه چیزه، خلق و خلق از یه ماده. ولی خلق میره در درون، خلق در برونه.
ولی اون خلق درونی خلق بیرونی رو همین شعر، همین بیان شما رو فردوسی فرمودن. خرد مرد را خلعت ایزدی است، سزاوار خلعت نگه کن که کیست. خلعت ایزدی، این خلعت ها کی خلعت بده؟ یه آدمی خلعت بده، یه پادشاهی خلعت بده، یه وزیری، یه وکیل، یا خدا خلعت بده. این خدا خلعت داده به انسان. هم نخستین خلقت، هم خلعت. نخستین خلقت و نخستین خلعت. عقل نخستین آفرینش آفریده است و نخستین خلعت و زیبایی است که داده شده به عالم. اصلا زیبایی عالم هم مال میزان بودنش. این عالم زیباییش در نظمشه. زیبایی اون نظمش مال خرده. یه خردی که این عالم رو اداره میکنه. این عالم بدون خرد اداره میشه یا بر حسب تصادف؟ خرد این عالم رو اداره میکنه. جهان را صاحبی باشد خدا. زیبایی عالم در پرتو اون خردی است که این عالم رو داره اداره میکنه. زیبایی انسان در پرتو اون خردی است که این بدن رو داره اداره میکنه. این جهان یک فکرت است. از عقل کل. از عقل کل. بله. باز میفرماید خرد همچو آب است و دانش زمین، بدان که این جدا و آن جدا نیستیم. به 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 به. آب و زمین چه ارتباط دارن؟ آب وقتی به زمین فرو میره و می نشیند بر زمین سبزه می روید. احیحنا به الارض. زمین در اثر آب سبزه زار می شود. حالا عقل و دانش. دانش زمینی است که عقل در این دانش جاری است و سبزه می روید. دانش های انسان، اگر انسان فقط فرمول ها رو بدونه ولی عقل حسابی نداشته باشه، سبزه‌زار نداره. فرمول ها کافی نیست، باید عقلی که در شریان این فرمول ها جریان داره اونی که سبزه‌زار میکنه دانش رو. دانشی که در پرتو عقل است اون عالم رو میسازه. پس عقل مهمتر از علم. معلومه، علم نتیجه عقله. اونجا که عقل نباشه علم پیدا نمیشه. نیست. بعضی علوم از عقلانیت نیست. بله. چون هدفمندی ها و متاسفانه گاهی ممکنه با یه مرتبه از عقل علوم رو یاد بگیره. البته بدون عقل اصلا علم هم نمیشه یاد گرفت. ولی ممکنه در مرتبه از مراتب عقل علوم رو فرا بگیره ولی اون مراتب عالیش نباشه. اونجا باز یه نقصی هست. توجه فرمون. اما اگه عقل مطلقا نباشه که علم هم نخواهد بود. آفرین. اما حداقل عقل رو میخواد برای فرا گرفتن علوم. اما وقتی علوم رو فرا گرفت باید عقل جریان داشته باشه در همه این دانش ها. اون وقت سبزه‌زار است. اینجا تشبیه کرده به آب و زمین. سبزه‌زار معرفت. جالب می‌بینه. باز می‌فرماید همیشه خردمند امیدوار نبیند به جز شادی از روزگار. این روزا بحث از امید زیاد میشه. بله. اسم دولت ما هم تدبیر امید است. اصلا خاصیت خرد امیدواریه. خرد بدبین نیست. خرد همیشه امید داره، چون بد نمیبینه، چون خرد خودش خوبه و خوب میبینه همه چیز رو و واقعا هم خرد آینده داره. اصلا خرد که تباهی نداره. خرد هرچی پیش بره آیندهش خوبه. اصلا خرد رو به خوبیه، رو به بدی نیست که. بنابراین چون خرد به ذات رو به خوبیه، امیدواری هم دنبالش هست. مگر اگر خوبی رو در انتظار خوبی باشه امید نیست. امید یعنی انتظار خوبی داشتن و خاصیت خرد به خوبی رسیدن است. مگر خرد به بدی میرسد؟ خرد به بدی نمیرسد. خرد به خوبی میرسد. پس انتظار خوبی به دنبالای خرد هست. یعنی این لازم لاینفکشه، از لوازم ذاتیشه، جدا نمیشه. خردمند امیدوار است. بله. همیشه خردمند امیدوار نبیند به جز شادی از روزگار. بله. یک کسی ممکنه به پول و ثروت هم برسه. بله. ولی امیدوار شادی نداره، نشاط نداره. نه. ولی اگر شکستی را هم انسان با عقلش تجزیه تحلیل کنه از دلش امید میجوشه. اون یه معبره. اون شکست یه معبره، یه قدم برای رسیدن به مقام بالاتر، برای پیروزی است. برای پله های پیروزی است. مرتب خرد در حال پیروزیه. خرد شکست نداره. همه چیز شکست میخوره در عالم جز خرد. عقل شکست نداره آقای لالی جان. عقل هیچ وقت شکست نمیخوره. من فدای اون مثل همت پرست کو به غیر کیمیا نارد شکست. در مورد کیمیا چون تعالیش میبخشه، بله،
بسیار چو دانش تنش را نگهبان بود، همه زندگانیش آسان بود. آسان بود. اگه با دانش اگر دانش نگهبان تن باشه زندگی راحته، یعنی زندگی خوبه، عقلانیه، زندگی معقول یعنی خوب. اما اگر چنانچه این تن از حیطه خرد خارج شد دیگه معلوم نیست چه اتفاقی میفته برای انسان، معلوم نیست در چه وادی ظلمانی وارد میشه انسان. گفت پیغمبر عداوت از خرد بهتر از مهری که جاهل پرورد. واقعا خیلی قشنگ گفت. عداوت العاقله افضل من صداقت الجاهل. حتی این که شما فرمودید حالا عداوت عاقل رو فرمودید بهتر از مهر جاهله، از این بالاترش هم گفتن که دشمن عاقل هم بهتر از دوست نادانه. ببینم دشمن عاقل بهتر یا دوست نادان؟ بله دشمن عاقل. دشمن عاقل اگر بر اساس عقل عمل کنه کار خلاف نمیکنه. اما دوست نادان رو نادانی ممکنه ضربه های وحشتناک بزنه. آفرین. بعد این مولوی میگه عاقل فوشم دهد من راضیم، چون که فیضی دارد از فیاض. این یه مثال هم زد برای اینکه دوست نادان میگن یه خرسی بوده در یک جنگلی که یکی کسی دوست داشته، دیده که این یه مگس اومده رو صورت این دوستش نشسته، این خرس برای اینکه اون مگس رو بکشه رفت یه سنگ بزرگی برداشت اومد زد که اون مگس رو بکشه. خب اینو کشت دیگه دوستش. داستان زیل همین داستان عاقل ار فوشم دهد من راضیم، چون که فیضی دارد از فیاضیم. جاهل ار حلوا نهد اندر لبم، من از اون حلوای او اندر تبم. این معروف شده به دوستی خال خرسه. آره. حرف ضرور مسئله خوبیه. آره. ولی عقل هیچ وقت جفا توش نیست، ستم توش نیست، ناروایی توش نیست. خرد هر کجا باشه مبارک. هر اون کس که باشد خداوند گاه، یعنی زمان وقتشو، میانجی خرد را کند بر دو راه. نه سستی نه تیزی به کار اندرون، خرد باد جان تو را رهنمون. ببین نه سستی نه تیزی، این درست بهترین عبارت فارسی الیمین و شمال مزله. ببین تیزی و سستی، تیزی اونجاست که افراط باشه، سستی اونجا که تفریط باشه. سستی تنبلی، ناتوانی، بی حرکتی، تفریطه. تیزی بیش از حد افراطه. هم افراط خطرناکه هم تفریط خطرناکه. اعتدال بین سستی و تیزی نتیجه عقلانیت. عقل همیشه میانه روست، یعنی تمام پیام فردوسی در این حماسه عظیم همینه، اعتدال. عرض کردم در اول سخنم این فراتر از حد وسطی که ارسطو میگه. بله عقل بله میزان خودش. میزانه، عقل میزانه. و تمام این حماسه توحیدی فردوسی که واقعا تنها حماسه است در عالم که همش توحیده. عرض کردم حماسه های دیگه شرک‌آلوده که حالا ما وارد اونا نمیخوایم بشیم که چقدر شرک توش هست. جنگ خدایان است، جنگ سرنوشته، خیلی خیلی چیزای غم انگیز توش هست، غم انگیزی که توحید توش نیست. اما حماسه فردوسی ضمن اینکه یه جاهای غم انگیزه ولی هم مبناش توحیده هم نتیجهش توحیده. عرض کردم این حماسه رو میاره تو عمل و عمل هم منتظر نتیجهش میشه. ببین این یگانه حماسه است در جهان که توحید محضه. ما حماسه توحیدی تر از حماسه فردوسی نداریم و این هم خصلت ایرانی هاست. ببینید ایرانی ها اینا نوشتن، کسانی که باستان شناسند و تاریخ گذشته رو خوب مطالعه کردن، ایرانی ها از روزگار باستان خیلی معنوی بودند، به معنویت خیلی علاقه‌مند بودند. یعنی هر بشری معنوی است ولی ایرانی‌ها ذوق معنوی درشون خیلی شدید بوده و فردوسی مظهر یک ایرانی تمام عیاره. احسن. که داره فرهنگ معنوی ما رو با این حماسه توحیدی متبلور میکنه، به دین گره میزنه. حقیقت قرآن. بیت بعدی چه زیبا، چو حد وسط امت احمد است، گواه همه فعل خوب و بد است. تمام شد. چو حد وسط امت احمد است و جعلناکم کذالک جعلناکم امتا وسطا. ببین چقدر هم به مبانی دینی احاطه داشته این مرد بزرگ. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما امت وسطی لتکونوا شهداء علی الناس. بله، نه افراط و نه تفریط. و یکون الرسول علیکم شهیدا.
حد وسط و امت وسط راه اعتدال. راه اعتدال یعنی راه عقل. ببینم چه چیزی اعتدال را میفهمد و برقرار میکنه. فقط عقل عرض کردیم. عقل میزانه. عقل میزانه. عقل نباشه اعتدال نیست که، همه چیز به هم میخوره. این چقدر این مرد میزان الحق، چقدر زیبا. و در اینجاست که من باید بگم که این فردوسی بزرگ بود با اون فرهنگ ایرانی که این کلمه امت وسط رو به درستی فهمید و چقدر زیبا فهمید. العقل ینبوع الخیر، ینبوع الخیر، سرچشمه خوبی هاست. العاقل یطلب الکمال و الجاهل یطلب المال. اهل بیت هم چقدر زیبا. حتی زینت اشعارش کلام اهل بیت. هر اون کس که جانش ندارد خرد، کم و بیش کارها ننگرد. نه، کم و بیشی کارها ننگرد. خیلی زیباست. هر اون کس که دارد روانش خرد، سر مایه کارها بنگرد. سر مایه کارها. مایه کارها چیه؟ وقت سر مایه، سرمایه کارها. سر مایه همون سرمایه است. یعنی اگر کسی خردمند نباشه و عقل درستی نداشته باشه، کم و زیاد نمیفهمه، اندازه نگه نمیداره. هر کاری حد هر کاری رو نمیشناسه. شلوغ پلوغه دیگه. یعنی در واقع یه نوع آشوبه، یه نوع نامیزانیه و همه چیز به خرد برمیگرده. این کتاب خرده. خیلی زیباست. وجوه خرد در شاهنامه تمام نشد. انشالله یه جلسه دیگه وعده میدیم که تا وقت جلسه تمام شد. یاد باد اون که صبوحی زده در محفل انس، جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.